دوستان گرامی، در قرآن سوره هست که سه معنای قرآن در آن است. سوره که شخصی اگر آن را بخواند اجر خواندن 10 پاره قرآن را به دست می آورد. آن سوره اخلاص است. این سوره در شکل کوتاه، کلماتش به شمار، خواندنش بسا آسان ولی معنایش بسا بزرگ، ثوابش به اندازه زیاد و در فضیلتش احادیث صحیح آمده است. روز پیامبر صلی الله علیه و سلم به یارانشان گفتند: چرا شما هر شب 10 پاره قرآن خوانده نتوانید مگر از انجام این کار خیر عاجز هستید؟ این دستور به یاران نیکنام دشوار نمود و گفتند: کدام از مایان مگر می تواند هر شب 3 قرآن را بخواند؟ فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: قل هو الله احد در اجر و ثواب برابر به 3 قرآن است. روایت امام بخاری و مسلم. مفسران قرآن گفتند این سوره علاوه بر این 2 نام باز نامهای دیگری نیز دارد که بر بزرگی آن دلالت میکند. از جمله النجات، یعنی نجات بخش، زیرا شخصی که آن را پذیرفته اعتقاد خود را به معنای آن مطابق نماید در آخرت از عذاب نجات خواهد یافت. نام دیگرش المعرفت، یعنی شناخت است، زیرا در آن صفات خداوند متعال ذکر شده است که بدون دانستن و اعتقاد داشتن آن معرفت خداوند حاصل نمی گردد. الاساس، یعنی ستون، نام دیگر این سوره است، زیرا در این سوره اساس و ستونهای اعتقاد درست ذکر گشته است. در احادیث صحیح آمده که چون مشرکان از پیامبر صلی الله علیه و سلم درخواست نمودند که خداوند را که به سوی آن دعوت میکند برایشان وصف نماید، برای جواب آنان این سوره نازل گشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ای پیامبر بگو او خداوندی در معبودیت یگانه است، غیر از او هیچ معبودی بر حق نیست. خداوندی بی نیاز و همه به او نیازمند، خداوندی که دارای صفات کاملترین و زیباترین است. او کسی را نزاده و از هیچ کسی زاده نشده است و هیچ کس به او مانند نیست. با این کلمات بشمار خداوند ذات مقدس خود را با اوصاف کمالش به بندگان معرفی نموده است. خداوند یکتا با نزول این سوره عقاید موجوده در آن زمان را که عبارت از شرک و بسیار خدایی بود باطل خوانده است. فرمود: خداوندی که یکتا و یگانه است، هیچ شریک ندارد، او را نیاز به شریک و یاوری نیست. خداوندی که صاحب همه کمالات و همه بندگان به او نیازمندند، ولی او به هیچ کسی نیاز ندارد. نه طاعت متقیان به او نفع می آورد، نه معصیت عاصیان زیانه. کسی را نزاده که او را فرزند خدا عنوان داده پرستش کرده شود و او نیز از کسی نزاده که خدا را پدر و مادر باشد، بلکه وجود او را اول نیست، انجام نیست. او آفریدگار اول و آخر و به وجود آرنده همه موجودات است. هر که به عمق معنی این سوره رسد، به مفهوم آن اعتقاد نماید، ایمانش را از آلودگی های شرک خالص نموده است. از این است که این سوره اخلاص، یعنی صاف و خالص ساختن ایمان نام دارد.